أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 37 می فرماید که این حدیث 37 کتاب ریاض الصالحین در زیر باب صبر است، سومین باب کتاب ریاض الصالحین، کتاب باغ نیکوکاران. و حدیث 37 کتاب ریاض الصالحین حدیث 13 از باب صبر می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 37 از کتاب ریاض الصالحینش و در زیر حدیث 13 در زیر باب صبر می گوید: و عن ابی سعید و ابی هریره رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال. میگوید از ابو هریره، از ابو سعید و از ابو هریره رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند. یعنی که این حدیث را دو صحابه روایت میکند، یکمش ابو سعید و دویمش ابو هریره، الله از هر دویشون راضی باشند. میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید ما یصیب المسلم من نصب، یعنی که نمیرسد بر مسلمان از نصب یعنی که رنج و خستگی و ماندگی، یعنی که نمیرسد بر مسلمان خستگی، ولا وصب و نه بیماری، ولا هم نه هم و نیگرانی، ولا حزن و نه غمگینی و ناراحتی، ولا اذن و همچنین نه آزار و اذیت، ولا غم نه اندوه و غم، حتی شوکت یشاکوها، حتی میگوید خاری که فرود میرود به پای انسان، خاری که به پای انسان میخلد، الا مگر اینکه کفر الله بها من خطایاه، می آمرزد، می بخشد الله سبحانه و تعالی به سبب این کارهایی که ذکر کردیم، من خطایاه یعنی بعضی از خطاهایشان را. الله سبحانه و تعالی میگه وقتی که بالای انسان رنج و خستگی میارد، بیماری میارد، نگرانی و ناراحتی و غم و آزار و اذیت و اندوهینه که وقتی که میارد، حتی خاری که به پای انسان میخلد، همه اینها سبب میشود که کفر الله بها من خطایاه، یعنی می آمرزد، می بخشد الله سبحانه و تعالی به سبب این سختی که بالای اون انسان آمدگی است، بعضی از خطاها و بعضی از گناهان و کمبودی های اون انسان را. این حدیث متفق علیه است. البخاری این حدیث را امام بخاری روایت میکند در زیر رقم 5641 و 5642 و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 6568 و امام احمد هم این حدیث را در مسندش میارد در زیر رقم 11140 در مسند امام احمد ابن حنبل. پس این بود حدیث 37. و بعد از این حدیث امام نووی میگوید که والوصب المرض، وصب میگوید مرض را میگوید یعنی بیماری، ولا وصب و نه بیماری که یعنی بیماری که به انسان میرسد، اون بیماریش هم سبب آمرزش گناه ها و خطاهایش میباشد. و در اینجا دو کلمه که با هم به تاجیکی بسیار معناشان قریب است یا معناشان یک است، معنای هم و حزن. معنای هم و حزن هر دوش یک چیز است،
یعنی غمگینی. پس در زبان عربی فرق است بین هم و حزن. هم کارهایی که حالا نشده است در آینده می شود انسان غمگین کرده است، این رو در عربی میگن هم. و حزن باشد کارهایی که گذشت غمگینش کرد، این رو میگوین حزن یا همون حزن، ناراحتی و غمگینی. پس فرق بین این دو کلمه در این می باشد. هم کارهایی که در آینده می شود سبب ناراحتی و غمگینی و ضیق شوید شده است، حالا با وقوع نپیوسته است. و حزن باشد کارهایی که گذشت در زمان گذشته و به سبب انجام شدنش غمگین هستی. و حتی علما میگن به خاطر چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول هم آورد بعد حزن؟ زیرا اینکه هم کارهایی که بعد تو را غمگین میکند این تشویش آورتر است، این ضررش بسیارتر است از اونه که کارهایی که شد غمگینت کرد. یعنی کارهایی که شد دیگه تو تشویش نداری، خلاص شد گذشت و پشیمان شدی، غمگین شدی، ضیق شدی، خلاص. اما کارهایی که در آینده ولی نمیدونی چی میشود، وقتی غمگینی میکنی سبب بیماری و ضررهای زیاد برای انسان دارد. از این حساب است رسول الله صلی الله علیه وسلم ما و شما را از هم باز می‌دارد که ما باید هم نداشته باشیم با خودمون، که آید کارهایی که در آینده چی میشود درباره‌اش غمگینی نشان ندهیم. توکل مون به الله سپاریده و کار و روزگار مون پیش بردن شروع بکنیم. خب این بود حدیث 37 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 13 از باب صبر، سومین باب کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 38 از کتاب ریاض الصالحین را و حدیث 14 از باب صبر را از کتاب باغ نکوکاران می آورد و می گوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت دخلت علی النبی صلی الله علیه و سلم و هو یوعک فقلت، میگه در آمدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یوعک یعنی تب داشت، تسب داشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میگه تبش بلند بود، تسبش بلند بود، حرارتش بلند بود. فقلتو، پس ابن مسعود میگوید، عبدالله ابن مسعود میگوید گفتم که یا رسول الله، میگه گفتم ای رسول الله انک توعک وعکا شدیدا، میگه گفتم ای رسول الله هر آینه تو تسب میکنی حرارتت بلند میشود، بسیار بلند، یعنی حرارتت بسیار بلند می شود. قال اجل، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بله اینی اوعکو کما یوعک رجلان منکم، میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بله من تسبم بلند می شود، تب پیدا می کنم و حرارتم بلند می شود کما یوعک رجلین منکم، برابر دو مرد از شما. چی طوره که دو کس از شما را جمع کنن تسبش بلند شدن و حرارتش بلند شدن را چی قدر می شود؟ رسول الله میگوید من انا همان قدر تسب من بلند می شود، یعنی که نظر به تسب شما از من دو برابر حرارتون بالاتر و زیادتر می باشد. قلتو، باز عبدالله ابن مسعود میگوید که گفتم که ذالک ان لک اجرینی، میگه گفتم این به خاطر آن است که برای تو دو اجر است ای پیغمبر، یعنی که رسول الله هر کاری که میشود تو دو اجر میگیری. پس وقتی که دو اجر میگیری برای همین سبب است که حرارت تو نظر به ما دو برابر بالا میشود، همین سبب است. قال اجل ذالک کذالک، میگه گفت بله همین طور است. آن گفت همین است، یعنی همین چیزی که گفتی همین است، اجرم دو برابر است، مشقتم همچنین چی است؟ دو برابر نظر به شما می باشد. ما من مسلمین، اکنون رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید ما من مسلمین یصیبه اذن، یعنی میگوید نیست مسلمانی که گرفتار شود به آزار و اذیت، شوکتون فما فوقها، مثلا میگه شوکتون فما فوقها یعنی بخلد به پای اون انسان، به بدن اون انسان، شوکتون یعنی خاره، فما فوقها یا
آن چیزی که بالاتر از خار است، آن چیزی که بالاتر و عذابش زیادتر از خار است، الا کفر الله بها سیئاته، مگر اینکه میگوید الله سبحانه و تعالی به سبب اون خار یا به سبب آن چیزی که به اون انسان خلیده است سبب بخشش گناهانش می شود. الله سبحانه و تعالی اون انسان را گناهانش را می بخشد. و اولا که الله سبحانه و تعالی گناهانش را می بخشد، میگه و حطت عنه ذنوبه کما تحط الشجرة ورقها، میگه که حطت عنه ذنوبه، یعنی که میریزد از اون انسان گناهانش. وقتی که انسان بیمار می شود، وقتی که حتی یک خاری که در پاد می خلد، همین سبب می شود که الله سبحانه و تعالی گناهی تو را می ریزاند، گناهی تو را می بخشد. رسول الله مثال زده است برای فهمیدن زیادتر و فهمیدن واضحتر، مثال حسی می زند. رسول الله میگه حطت عنه ذنوبه، یعنی می ریزد اون انسان گناهانش کما تحط الشجرة ورقها، چی طوری که می ریزاند درخت برگهایش را. وقتی که تیر ماه می شود می بینید درخت ها برگای خود را می ریزانند، می افتند. پس انا همین طور انسانی هم که در پاش یک خار می خلد یا یک بیماری و مشکلی و مصیبت بالاش می آید و اون انسان صبر و تحمل می کند در این مشکلی به سبب به دست آوردن اجر و پاداش، پس انا همون مشکلی سبب می شود که این انسان را گناهانش را می ریزاند، چی طوره که درخت برگهایش را می ریزاند. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری در زیر رقم 5647 این حدیث را روایت کردگی است، 5648. و امام مسلم هم این حدیث را همچنین روایت میکند در زیر رقم 6559 و امام احمد هم در مسندش این حدیث را آوردگی است در زیر رقم 4205 در مسند امام احمد رحمه الله. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید که الوعک مغث الحمى، الوعک میگه معنایش مغث الحمى است، یعنی تب لرزه. وقتی که اون بیماری هایی که انسان وقتی حرارتش بسیار بلند که شد در لرزه می آید، انا همون را میگوین وعک، انا همون را میگوین وعک، به عربی مغث الحمى یعنی تب لرزه. و قیل الحمى، بعضی گفتن همین حمى است، یعنی همین تب است، وقتی حرارت بلند می شود همین را میگوین الوعک. پس این است معنای کلمه وعک. این بود حدیث 38 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 14 از باب صبر. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 39 از کتاب ریاض الصالحین را می آورد و حدیث 15 از باب صبر می باشد که باب صبر سومین باب از بابهای کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 39 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من یرید الله به خیرا، یعنی هر کسی ده که الله سبحانه و تعالی برایش خیر بخواهد، الله سبحانه و تعالی برای کسی که خیر بخواهد یصیب منه، یعنی که اون انسان را به مصیبت ها گرفتار میکند. الله سبحانه و تعالی برای کسی که خیر خواست پس اون انسان را میگه یوسیب منه، یعنی اون را به مصیبت ها گرفتار میکند. یوسیب یعنی چی؟ یعنی یوجه الیه مصیبتا فی ماله او بدنه او محبوبه، یعنی که برای اون انسان مصیبت را میارد، چی در مالش باشد، چی در بدنش باشد و چی در چیزی دوست داشته اش باشد،
همه این چیزهایی که بالا انسان در این چیزها میاد، در مالش و در بدنش یا که در چیزی دوست داشته اش، یعنی که اهل بیت و خاندانش، در اینها که هر چیز مصیبت و وزمینی که میآید، الله سبحانه و تعالی میگه کسی را که دوست بدارد بالاش همین مصیبت را، همین وزمینی را میآرد. چرا این وزمینی ها را میآرد؟ به سبب بخشیدن گناهانشان. الله سبحانه و تعالی میخواهد که این بنده را گناهانش را ببخشد. یعنی الله سبحانه و تعالی برای این انسان خیرخواهی کرده است. الله سبحانه و تعالی برای این انسان خیر خواسته است که این مصیبت را بالاش آورده است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. امام بخاری این حدیث را در زیر رقم 5645 در کتاب صحیح بخاری اش می آرد. بعد از این حدیث امام نووی رحمه الله میگوید که وضبط یصیب بفتح الصاد و کسرها، و حرکت گذاری کردگی هستند کلمه یصیب را به فتح صاد و به کسرش. یعنی بعضی میگن یصیب، بعضی میگن یصب، یعنی که هر دوش جایز است، یصیب یا یصب. یصیب از اصاب یصیبو فعل معلوم است، یصب این فعل مجهول است، فعل مجهول می باشد. پس معنایش یصیب معنایش وسیعتر و زیادتر که هست. از این حساب امام نووی رحمه الله این حدیث را، یا حرکت گذار این حدیث را، یصیب گذاشتگی هست. یعنی که چی الله سبحانه و تعالی اون سبب، یعنی الله خودش چون مصیبت را آوردگی باشد، یا کسی دیگری را الله سبب گرداندگی است که آن کس بالای این انسان مصیبت را آورده است. هر دو معناها را در بر میگیرد. پس این سه حدیثی که حالا خواندیم، این سه حدیث اینها رحمت میباشند. رحمت الله جل جلاله بالای بندگانش میباشد. ببینید الله سبحانه و تعالی مشکلات بالای تو میدهد و از تو ای بنده صبر و تحمل تقاضا میکند، طلب میکند تا اینکه تو صبر و تحمل بکنی. الله سبحانه و تعالی در عوض صبر و تحملت برات اجر و پاداش بدهد. پس الله سبحانه و تعالی رحمتش است که این چیزها را برای بنده پیشنهاد یا تقدیم میگرداند تا اینکه گناهاش بخشیده شود. این بود حدیث 39 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 15 از باب صبر. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 40 از کتاب ریاض الصالحین را میارد که حدیث 16 از باب صبر می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 40 از کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت انس میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تمنا نکند، طلب نکند کسی از شما موت را، مرگ را، کسی از شما مرگ را طلب نکند لضر اصابه، به سبب بیماری که برایش رسیده است، به واسطه بیماری، به علتی که بیماری یا به علت ضرری که، به علت مشکلی و مصیبتی که بالاش آمده است، اون انسان میگه به علت این مشکلات مرگ را نباید طلب بکند، نباید مرگ را بخواهد. فإن کان لا بد فاعلا فلیقول، پس میگه اگر که حتما این کار را کردنی باشد پس بگوید. و در اینجا ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که هر کار را منع میکند، هر چیز را منع میکند، در عوض اون راههای حلش را همچنین، راههای شرعیش را همچنین تقدیم میکند. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 104 میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. الله سبحانه و تعالی میگوید که اون کسانی که ایمان آوردید راعی نگویید. پس چی بگوییم؟ راعین که نگوییم چی بگوییم؟ و قولوا انظرنا، پس بگویید که انظرنا، انظرنا بگویید. پس کلمه راعین و انظر هر دوش یک معنا دارد، معنای هر دویش
یک چیز است، یعنی که به من نگاه کن، یعنی مراعات حالم را بگیر و من را نگاه کن. اما الله سبحانه و تعالی من کرد از کلمه راعین گفتن، زیرا اینکه کلمه راعین در نزد گروه، در نزد یهود این دشنام بود. در زبان عبری این اهانت است، این کلمه تحقیر است، کلمه راعین. از این حساب الله سبحانه و تعالی اصحاب پیغمبر را گفت که شما راعینا نگویید، یعنی گفتنی است که به من نگاه کن، نگو راعینا. چرا؟ زیرا که این در نزد زبان عبری اهانت و تحقیر است، اما در زبان عربی اهانت و تحقیر نیست. اما الله این را منع کرد. بعد در عوض این کلمه دیگری را الله برای ما گفت که اون کلمه را استفاده برید، یعنی کلمه انظرنا را استفاده برید. پس الله سبحانه و تعالی از چیزی منع کرد، در عوضش چیز دیگری را اجازت داد. یا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم روز میگه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خرماهای خیبر نزدش آوردن. وقتی خرماها را خورد پیغمبر بسیار با لذت و خرماهای بسیار بگم دقت جلب کننده، خرماهای بسیار فارم. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون خرما که خورد، پس مردم وقتی رسول الله تعریف که کرد، مردم گفتند یا رسول الله ما همین خرما را میتیم برای دیگرها، همین خرمای خوب را، و از دیگرها خرمای دیگر میگیریم به کیلوی زیادتی، یعنی 1 کیلو از این میتیم 2-3 کیلو از خرمای دیگر میگیریم. آیا جایز است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه، خرما را داده خرما گرفتن حرام است، جایز نیست. اما راه دیگری حل است. اون راه دیگر چی است؟ رسول الله براشون تقدیم کرد، گفت شما خرمای خوبتون بفروشید، اول سوم کنید، بعد در سوم این رفته اون خرمایی که براتون معقول است ارزان از اون بگیرید. یعنی قیمت رو اول بفروش، بعد ارزان رو بگیر. در ما و شما سالهای پیش این چیز زیاد بود که یک از گندم خوب داشت، یک از گندم ناخوب، یک بدو علیش میکردن. اینا همه در قسم ربا میدارد، اینا همه در قسم حرام میدارد. جایز نیست که انسان همون یک جنس بتید، چی صفتش بالا و پایان باشد و زیادتی بگیرد. این حرام است، این ناجایز است و این نادرست است. و الله سبحانه و تعالی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که چیزی را منع میکنن، در عوضش کارهای جایزی را پیشنهاد میکنن که اگر که رفت و به همین چیز محتاج شده شما چی کار کنید. ببینید در این حدیث اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابه، یعنی کسی از شما طلب مرگ نکند به سبب مشکلاتی که بالا آمدگی است. طلب مرگ نکن، اما اگر ناچار شدی چیکار کن؟ یگان حالت افتیدی که دیگر ناچار هستی، در اون حالت چیکار کن؟ در اونجا رسول الله میگه چیکار کن؟ برای ما یاد میده، میگه فان کان لا بد فاعلا، پس اگر دیگر چاره ای نداشته باشی بجز از طلب مرگ، فلیقل، پس باید این انسان این سخنها را بگوید اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، یعنی ای بار الها زنده بدار مرا تا زمانی که حیات و زندگی خیر است برای من، تا زمانی که زندگی خیر است ای الله مرا زنده نگه بدار، و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، و بیمیران مرا ای الله جل جلاله هنگامی که مرگ خیر باشد برای من. پس از الله سبحانه و تعالی میگه این طور طلب کن. چرا ما این طور طلب کنیم؟ زیرا اینکه این مصیبت شاید سبب بخشش گناهان ما هست. شاید همین مصیبت و پرابلم سبب شود که ما بگم درجه بالاتر ببریم و بهتری ها و نیکی ها شاید از پشت همین مشکلی باشد. زیرا اینکه ما نمیدونیم در آینده چی می شود. الله در سوره نمل میگوید که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، یعنی کسانی که در آسمان و زمین هستند غیب را نمیدانند بجز الله جل جلاله. فقط الله غیب را میدونه. فردا چی می شود، 1 ساعت پس از این مشکلات بالای ما چی می آید ما نمیدونیم. شاید همین مشکلی که بالای ما آمدگی است، ما مرگ طلب میکنیم، شاید بعد از این نیکی های زیاد باشد، ما غیب رو نمیدونیم. و همچنین الله در سوره لقمان هم آیت 34 میگوید که و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یعنی نفس انسان نمیداند که فردا چیکار میکند. و ما تدری نفس بأی ارض تموت، و انسان نمیداند که در کدام زمین میمیرد، در کدام حالت میمیرد. این را انسان نمیداند.
پس از این حساب است که ما نباید وقتی که دست به سوی الله میبرداریم مرگ را طلب نکنیم که ای الله مرا بکش، ای الله جان من را بگیر. باید این طور طلب نکنیم. حتی طلب کردنش حرام است. ببین، مرگ طلب کردنش حرام است، جایز نیست. اگر ناچار شدی فقط میگی الله اگر مرگ برای من خیر است مرگ بالای من بیار، اگر زندگی برای من خیر است پس ای الله مرا زنده نگه بدار. فقط همین قدر حق داری. حالا اون کشتنمان برود که بعضی انسان ها از نادانی و از جهل دست به خودکشی میزنند. این خودکشی، اون انسان هایی که در پرابلم و مشکلات هستند وقتی که دست به خودکشی میزنند فکر میکنن که با همین دنیا خلاص شد، مشکلات خلاص شد، با همین دیگر اون انسان از مشکلی رها یافت. نه، مشکلش بدتر شد. زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر انسانی که به هر چیزی که خودکشی میکند در روز قیامت عذابش آن همون است. هر کسی که زهر میکشد خودش میخورد، خودش رو میکشد، در روز قیامت عذاب اون هم زهر خوری است. زهر میخورد و زهر میخورد. و هر انسانی که خودش را با کارد میزند، دست و رگاش میزند، در روز قیامت عذابش همین است که خودش دست و رگای خودش میزند. هر انسانی که خودش در آتش میپرتاید در روز قیامت عذابش آن همون است. و هر کسی که خودش را به دار میکشد در روز قیامت عذابش آن همون است که آن همون طور به دار کشیده می شود. خودش به دار می کشد. یعنی عذاب انسان به همون طریق خودش به اختیار خودش کشتگی است، آن همون طور عذاب می شود. پس یعنی مشکلی بالات می آید، با خودکشی راه حلش را نبین. فکر نکن که تو خودکشی میکنی حل اون را پیدا کردی. نه، از پشت اون مشکلی بعد از خودکشی عذاب دردناک، مشکلی بزرگتره که دیگر خلاص خوردن نمیتوانی تو را انتظار میشود اگر تو خودت را به قتل برسانی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چیزی را که منع میکند، چیزی که حرام است، راههای جایز بودن یا چیزهایی که در شریعت مباح است، اون را برای ما آسانیش را تقدیم میکنه. چطوری که ما و شما در آیت دیدیم، در اون حدیث خرمای خیبر دیدیم و در این حدیثی که حالا در روبرومون هست در این هم همچنین دیدیم که رسول الله از طلب مرگ منع میکند، اما اجازت میتید با الله سپاریدن که الله اگر خیر است پس مرا زنده بدار، اگر خیر نیست پس ای الله جان من را بگیر. این حدیث متفق علیه می باشد. این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است، حدیث 5671 و همچنین حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست در زیر رقم 6559 و همچنین امام احمد هم این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 4205. امام احمد هم این حدیث را همچنین روایت میکند. پس در اینجا مسئله هست که شاید بعضی ها اشکال بیارن، بگن طلب کردن مرگ جایز است. چی طوری که حضرت مریم علیه السلام طلب مرگ کرد. یعنی در سوره مریم آیت 23 حضرت مریم علیه السلام گفت که قالت یا لیتنی میت قبل هذا، گفت ای کاش میمردم پیش از این، و کنت نسیا منسیا، ای کاش میمردم و فراموش شده میگشتم که همه مرا فراموش میکرد. حضرت مریم این دعا را کرد. یعنی که شاید بعضی ها این را بیارن بگن طلب مرگ کردن با این سخن حضرت مریم علیه السلام جایز و درست است. پس ما چی جواب میتیم در این آیت؟ میگویم که اولا که این کاری را که حضرت مریم علیه السلام کرد این برای امتهای گذشته مشروع بود، در آیین اونها درست بود، در شریعتشون درست بود طلب مرگ کردن. پس در شریعت اسلام آمد و این حرام شد و منسوخ شد. اون حکمایی که در نزد اونها جایز بود در نزد ما حرام شد. این یک جواب است در این مسئله که این در اون زمان یعنی که جایز بود طلب مرگ کردن، در شریعت اونها جایز بود، اما در شریعت ما اون حکم منسوخ و بیکار شد، در شریعت ما حرام شد. مسئله طلب کردن مرگ حرام است در اسلام. و جواب دوم چنین است که حضرت مریم علیه السلام در اینجا آرزوی مرگ نکرد. آرزوی مرگ نکرد که الله حتما براش مرگ بیارد. در اینجا یعنی که از غم و درد این سخنها را میگفت. یعنی منظور و مقصد و مرامش
مرگ واقعی نبود که مرگ بالاش بیاید. پس این دو جواب درباره این آیت می شود و در شریعت ما، در شریعت محمد علیه السلام، طلبی مرگ کردن با صراحتاً حرام و ناجایز و نادرست می باشد. خب این بود حدیث 40 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 16 از باب صبر. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 41 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 17 از باب صبر را برای ما و شما تقدیم کرده. میگوید و عن ابی عبدالله خباب ابن الارت رضی الله عنه قال، میگوید از ابو عبدالله خباب ابن ارت رضی الله عنه روایت است که گفت شکونا الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو عبدالله خباب ابن ارت میگوید ما شکایت کردیم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از عذاب و شکنجه‌ای که اون مشقت‌هایی را که مشرکین به ما می آورد، میگه نزد رسول الله رفتیم از این عذاب‌ها شکایت کردیم. گفتیم و هو متوسد بردتا له فی ظل الکعبه، و در حالی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بالیش گرداندگی بود روی مالی که داشت در زیر کعبه، در سایه کعبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اون روی مالی که همراهش داشت یا که اون لباس خداری که همراهش بود، اون متریال خداری که همراهش بود، برده متریال خدار میگویند. پس اون لباس و متریال خداری که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، میگه او را متوسط بود. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که بالیش گرفته، یعنی در زیر تای بگیم کشش مونده بود یا که با پهلو زدگی بود، در زمین امون روی مال را موندگی بود در زیر سایه کعبه. میگه فقلنا، پس میگه ما گفتیم نزد رسول الله رفتیم گفتیم که الا تستنصر لنا، یعنی ای رسول الله آیا برای ما طلب پیروزی نمیکنی؟ و میگه گفتیم ای رسول الله چرا برای ما طلب پیروزی نمیکنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ الا تدعو لنا، میگه گفتیم که یا رسول الله آیا برای ما دعا نمیکنی؟ برای ما دعا نمیکنی یا چرا برای ما دعا نمیکنی که الله سبحانه و تعالی ما را از این مشرکین و از این کفار و از این دشمنان دین و دشمنان الله خلاص میکنه، چرا دعا نمیکنی؟ فقال، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین جواب دادن این درخواست را یا این سوال را. گفتن که قد کان من قبلکم، ببینید جواب را با بیان کردن قوم‌های گذشته، یعنی قوم‌های پیشین چیکار کردن. درس گذشته گفته بودیم که الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف آیه 110 میگه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، یعنی که در قصه و در حال و در روزگاری که امتهای پیشین گذراندن، مخصوصا پیغمبران، اینها همه برای صاحب عقلان عبرت است، برای صاحب عقلان را عبرت می باشد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچون عبرت برای اصحابش قصه میکند. یا الله در سوره انعام هم آیه 90 میگوید اولئک الذین هدی الله، یعنی اون پیغمبران و اون کسانی که پیغمبران را واقعی پیروی میکردن، اونها کسانی هستند که الله اونها را هدایت کرده است. پس الله میگوید که فبهداه مقتده، پس از راه اونها، از شیوه اونها، از هدایتی که اونها رفتن شما پیروی بکنید. پس راههایی که پیشینه ها بودن و قصه های اونها را وقتی که بیان میکنیم، این فقط یک برای وقت گذرانی نیست، این فقط برای یک فهمیدن تنها نیست، نه، این برای عبرت است، این برای فهمیدن است که در راه حق بودن مشکلات دارد، وزمینی ها دارد، از ما صبر و تحمل طلب میکند. پس میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم در عوض، در مقابل سوال ابو عبدالله خباب ابن ارت گفتن که قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، میگه واقعا اون قومایی که پیش از شما بودن مردمی که یؤخذ الرجل، یعنی دستگیر کرده میشد، مردی رو میگرفتن دستگیرش میکردن، فیحفر له فی الارض، پس خندق میکندن در زمین، چقری میکندن،
زمین رو میکندن. فیجعل فیها، پس این مردی را که قپیده بودن، مرد اهل توحید، مردی در راه حق بوده رو، فیجعل فیها، پس در همون خندق کندگیشون میگذاشتن، در همون چقریه که کنده بودن این مرد رو میموندن. ثم یؤتا بالمنشاری، پس می آوردن اره را، اره را می آوردن بالای این انسانی که در راه حق درست بود. فیوضع علی رأسه، پس اره را در بالای سرش میگذاشتن، در فرق سرش اره را میماندن. فیجعل نصفین، پس این انسانی که در راه حق بود دو پارهش میکردن در داخل همون چقری، دو پاره میکردن این انسانی در راه حق بوده را. فقط با این خلاص نه، و یمشط بامشاط الحدیدی، و یمشط یعنی که در بدن این میانداختند، بامشاط الحدیدی یعنی با شانه های آهنین یا با سیخ های آهنین، یعنی در بدن این انسان سیخ های آهنین را می تسپاندن و نتسپانده و تسپانده در بدن انسان می انداختن، در بدن اون کسی که در راه حق است. ما دون لحمه و عظمه، تا جایی که تا زیری گوشتش و تا استخوانش اون آهن را، اون شانه را، یا که بگم اون سیخای تیز کرده جوش کردگی را در بدن این انسان تا استخوانش پیشش میکردن. ما یصده ذلك عن دینه، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که باز نمی داشت همه این کارها، این قدر عذابها اون انسان رو از راه حقش، از دینش بازش نمی داشت. یعنی که اون انسان نمی ترسید بگوید که خلاص من ترسیدم از دینم بازگردم، نه، صبر میکردن، تحمل میکردن، صبر و تحمل میکردن، در راه حق استوار و ثابت میماندن. ما یصده ذلك عن دینه، یعنی باز نمی داشت این عذاب و شکنجه ها اون انسان رو از دینش روی نمیگردون، بلکه ثابت قدمتر در راه دینش باقی میماند. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه والله، قسم به الله، لیتمن الله هذا الامر، الله سبحانه و تعالی به کمال و پررگی میرساند این دین را. رسول الله در نزد کعبه اون زمانی که ضعیف بودن، اون زمانی که قوه نداشتن، گفتن قسم به الله، الله سبحانه و تعالی این دین را، هذا الامر، این دین را به کمال میرساند، به پررگی تمام قوت را بر دین میدهد. حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا یخاف الا الله و الذئب علی غنمه. گفت تا اندازه الله سبحانه و تعالی این دینش را به کمال میرساند که حتی یسیر الراکب، تا اینکه میرود به اندازه که میرود، به گونه که، به طریقه که میرود انسان سواره از صنعا شروع کرده تا حضرموت، از صنعا تا حضرموت را میرود، لا یخاف الا الله و الذئب، نمی ترسد از کسی بجز الله. یا ترس در دلش داره، ترس کی است؟ ترس الله. و الذئب علی غنمه، و از گرگه ها می ترسد که مالش را نخورند. خلاص همین قدر ترس دارد دیگه، از این بیشتر ترس ندارد. یعنی چنان امن می شود، چنان امانت داری می شود، چنان تنج آرامی می شود که از صنعا تا حضرموت می رود، از کسی نمی ترسد. یعنی قانون الهی جاری می شود که دیگه نه راهزن می ماند، نه دزد می ماند، نه فریبگر. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم را یکی از معجزه هاش همین است که واقعا هم همین طور شده. یعنی اون زمان انسان امکان نداشت که از صنعا تا حضرموت بروی و تو سالم به اونجا برسی، از دست از مالت میرفت و حتی شاید جان تا میگرفتن، یعنی به قتل میرسوندند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم همین جای وزمینی را مثال زد که ان همین حالتی که شما میبینید هیچ امکان ندارد که انسان آرام و تنج بگذرد و برود، ان همین جا همچنین الله سبحانه و تعالی چنان امنی را میارد به سبب این دین که امن و امانتی بالای اینها می آید. واقعا هم بالایشان آمدند. ولکنکم تستعجلون، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ولیکن شما ای اصحاب شتاب میکنید، سراسیمگی میکنید. یعنی که همین طور است، اولش عذاب و شکنجه هست،
و آهسته آهسته قوه میگیرد اسلام و قوه میگیرد دین، پس شما صبر و تحمل را پیشه بکنید. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این حدیث را امام بخاری در زیر رقم 6943 در کتاب صحیح بخاریش می آورد و امام احمد هم این حدیث را در مسندش می آورد، حدیث 21073 در مسند امام احمد ابن حنبل. پس این بود حدیث 41 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 17 از باب صبر. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید و فی روایتین، در یک روایت دیگری آمدگی است در خود بخاری است، اونم همچنین حدیث 3852 و هو متوسد بردتن، و در حالی که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم بالیش گرداندگی بود روی مال را، و قد لقینا من المشرکین شدتا، اون شکایتگر یعنی ابو عبدالله خباب ابن عرط آمد گفت که قد لقینا من المشرکین شدتا، واقعا ما دیدیم از مشرکین سختی های را، اذیت را، یعنی مشرکین ما را اینقدر اذیت میکنن، اینقدر عذاب میکنن، ای رسول الله آیا برای پیروزی ما، آیا برای نصرت ما دعا میکنی؟ آیا دعا میکنی در حق ما که ما پیروز شویم؟ گفته عرط ابن که ابو عبدالله خباب ابن عرط نزد رسول الله این شکایت را آورد. میگه در روایت دیگر، یعنی در روایت دیگر بیانش کردگی است که یعنی سبب شکایت چی بود؟ سبب شکایت از عذاب شکنجه مشرکین مکه بود که نزد رسول الله آمدن این بزرگواران. خب این بود حدیث 41 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 42 را می آورد از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 18 از باب صبر می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 42 از کتاب ریاض الصالحینش می گوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت لما کان یوم حنین، میگه زمانی که روز حنین بود، یعنی که غزوه حنین، با علما میگن غزوه حنین همون غزوه طائف است، همون غزوه طائف است که پس از فتح مکه در اونجا اون حالت یا که همون غزوه طائف با وجود آمدگی است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این غزوه غنایمی که به دست آوردگی بودند، غنایم خیلی زیاد، شتر و گوسفند و درهم و دینار و چیزهای زیادی آوردگی بودند، در مکان به نام جعرانه یا که جعرانش میگویند، تقریبا از مکه یک 20 کیلومتر یا که به همین اندازه کم و زیاد نزدیک است بر مکه، در همون جا که حالا در اونجا مسجدی هست با نام مسجد جعرانه یا جعرانش میگویند، در اونجا در همین مکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اون غنیمت های زیادی که به دست آوردگی بودن به دستی رئیسای قبیله ها برای دیلشان ملایم شدن به دین و دین را قبول بکنن که محبت زیادتر به دین پیدا بکنن و دلشان ملایم شود گفته برای اونها داد. اینجا ده همون قصه را بیان میکنن، میگه لما کان یوم حنین، زمانی که میگه روز حنین بود، همون غزوه طائف. آثر رسول الله صلی الله علیه و سلم ناسا، یعنی که بالاتر دانست یا سهمی بیشتر داد، حق زیادتر داد رسول الله صلی الله علیه و سلم ایده را، یک گروه را فی القسمتی، در تقسیم کردن اون مال غنیمت حق زیادتر داد، سهمی زیادتر داد. فاعطى الاقرع ابن حابس 100 من الابل، پس میگه داد به اقرع ابن حابس 100 تا شتر، اقرع ابن حابس ده 100 تا شتر داد. و اعطى عیینه ابن حصن مثل ذلك، و همچنین برای عیینه ابن حصن میگه مثل همون داد، یعنی 100 تا دیگر شتر به عیینه ابن حصن داد. و اعطى ناسا من اشراف العربی، و همچنین داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عده از اشراف عرب، از مردمان اشراف عرب، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مالهای داد به اونها. و آثرهم یومئذ فی القسمتی، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم
حق بیشتر برای اونها داد در آن روز، در آن هنگام، در تقسیم کردن. در وقتی تقسیم کردن آنها را حق بیشتر، میگه حق زیادتر براشون داد. فقال رجل، پس مرد این حالت رو دید، پس میگه اون مرد گفت که والله این هذه قسمت ما عدل فیها، گفت قسم به الله این تقسیمی که شده ایستاده است، ما عدل فیها، یعنی عدل رعایت شدگی نیست در این تقسیم، گفت در اینجا عدل نکرده استن. و ما ارید فیها وجه الله، گفت خواسته نشده است در این رضای الله، گفت این کاری که شده ایستاده است برای اون اشراف عرب مالهای زیاد داده ایستادن، برای اونها سطحی شطور میدین و گفت این در اینجا عدل نشده ایستاده است. اصلا این سخن گفتن در حق پیغمبر این کفر است، یعنی که اگه انسان همین چیز را قصدن میگوید کافر میشه، بگه پیغمبر عدل نکرد و بگوید که پیغمبر در این کارش رضایت الله را نمیخواست، این کفر است، انسان کافر میشه، از دین خارج میشود. این مرد این سخن را گفت، این سخن را در بین چند کسی، در نزد رسول الله نه بلکه در نزد دیگرها این سخن را گفت. فقلت، پس ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که من گفتم که والله، یعنی قسم به الله، والله قسم به الله لاخبرن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که حتما خبر میرسانم رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی با خبر میسازم از این گپ تو گفتی ای مرد با رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله من این گپ میبرم میرسانم. فاتیته فاخبرته بما قال، پس عبدالله ابن مسعود میگه آمدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خبر دادم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بما قال، با آن سخنهایی که اون مرد گفت، اون چیزی که میگه از اون شنیده بودم، آمدم به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم. فتغیر وجهه، پس میگه چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر یافت. این سخنی یعنی سخنی کفر است. وقتی این سخن رو که شنید میگه فتغیر وجهه، چهره زیبای پیغمبر، چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه تغییر یافت. حتی کان کالصرفی، به اندازه که میگه به مثل صرف گشت. صرف یعنی رنگی سرخ، یعنی سرخ شد روی زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم قال، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت فمن یعدل اذا لم اعدل الله و رسوله، یعنی کی عدل میکند هنگامی که الله و رسولش عدل نکند، یعنی که منشأ عدل الله و رسول است. وقتی که الله عدل نکند، وقتی که رسول الله عدل نکند، پس کی میتواند عدل بکند؟ کی میتواند عدل بکند؟ یعنی که منشأ عدل این کی است؟ الله و رسول است. رسول الله به طریق سوال گفت که وقتی که من عدل نکنم، الله عدل نکند، پس کی میتواند عدل را جاری بکند؟ ثم قال، بعد میگه گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یرحم الله موسی، الله سبحانه و تعالی رحمت کند موسی علیه السلام را که قد اوذی باکثر من هذا، واقعا اذیت و آزار دیدگی بود. باکثر من هذا، بیشتر و زیادتر از اینه که من آزار دیده ایستادم. فصبر، پس میگه در همون آزاری که قومش میداد، همون آزارها ده موسی علیه السلام صبر کرد. موسی صبر کرد، یعنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا به پیغمبران گذشته حالشون رو بیان کردن که اون هم این آزارها رو دید، از این ده بیشترش رو دید، اما اون چکار کرد؟ صبر کرد. اولئک الذین هدی الله، اونها کسانی هستند که الله اونها را هدایت کرده است. فبهداه مقتدی، پس بر راه همونها ما اقتدا میکنیم. با شیوه و طریقه‌ای که اونها اون کار رو انجام دادن، ما هم به مثل همونها اونها رو پیروی میکنیم. اونها در اذیت و آزار صبر کردن، پس ما هم باید چکار کنیم؟ صبر بکنیم و تحمل بکنیم که صبر میوهش شیرین میباشد. فقلت، پس عبدالله ابن مسعود میگه من گفتم که لا جرم، گفتم که البته را، لا جرم نه حقا، البته را لا ارفع الیه بعدها حدیثا، یعنی نمیرسونم، لا ارفع لا انقل، نمیرسونم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از این دیگر هیچ سخنی را. عبدالله ابن مسعود وقتی که حال رسول الله را دید که رسول الله بسیار تعبش خیره شد،
بسیار غضب‌آلود شد و گفت که بعد از این دیگر من سخن به رسول الله نمی رسانم. یعنی این طور سخن‌هایی که چی هست اینها رو نمی رسانم که رسول الله را سبب غضب‌آلود شویش شوم. این حدیث متفق علیه است که این حدیث را امام بخاری روایت میکند زیر رقم 3150 و امام مسلم این حدیث را در صحیح مسلمش میارد زیر رقم 2447 و امام احمد هم این حدیث را در مسندش آوردگی است 3608 در زیر رقم 3608 در مسند امام احمد هم این آمده است. بعد از این امام نووی رحمه الله میگه و قوله کالصرفی و سخنی که عباره‌ای که در این حدیث آمد، یعنی رسول الله وقتی میگه این سخن را گفتم بعد به مثل صرف گشت. صرف میگه معناش چی است؟ میگه هو بکسر الصاد المهملتی، یعنی صاد را نقطه نمان، مهمله یعنی به نقطه، نقطه ماندی ضاد میشود. پس مهمله، صاد مهمله، صادی که به نقطه است کسرش که میگه صرف و هو صبغ احمر. این صرف چی است؟ یعنی که رنگ یا کرسکه سرخ، کرسکه که سرخ باشد او را میگویند صرف. این بود حدیث 42 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 18 از باب صبر. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 43 از کتاب ریاض الصالحین را می آورد که حدیث 19 از باب صبر می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 19 در زیر حدیث 43 در کتاب ریاض الصالحینش در کتاب باغ نکوکارانش میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اذا اراد الله بعبده خیرا، یعنی هنگامی که الله سبحانه و تعالی برای بندهش خیر را بخواهد عجل له العقوبة فی الدنیا، به تعجیل می آرد عقوبت و عذاب اون رو میگه در این دنیا. الله سبحانه و تعالی وقتی که برای بنده خیر بخواهد عقوبت اون را در این دنیا به تعجیل می آرد، یا که عجل له العقوبة فی الدنیا، یعنی مسلط میگرداند اون انسان را به نتیجه اعمالش در همین خود دنیا، یعنی نتیجه عملهاش، نتیجه گناهاش، نتیجه عملهای بچه اون انسان در همین دنیا میبیند. وقتی که در این دنیا که دید، پس الله برای اون چی بده است؟ خیر خواسته است. الله برایش خیر خواسته است. و اذا اراد الله بعبده شر، وقتی که الله سبحانه و تعالی برای بنده شر را بخواهد، بدی را بخواهد، امسک عنه بذنبه حتی یوافی به یوم القیامت، یعنی که الله سبحانه و تعالی امسک عنه بذنبه، یعنی که عذابش را باز می‌دارد الله سبحانه و تعالی از اون انسان، از اون بنده که الله برای اون خیرش را نخواسته است، بذنبه در مقابل اون گناهان کردگیش الله سبحانه و تعالی عذابش را باز می‌دارد، یعنی عذابش را بالای اون انسان نمیارد. چرا؟ حتی یوافی به یوم القیامت، تا اینکه گرفتار کند الله سبحانه و تعالی اون بندهش را به عذابش در روز قیامت، یعنی که عذاب میماند، یعنی بگیم نتیجه عملش را و بدی این عمل گناههای معصیت کرده است، این را الله سبحانه و تعالی نگه می‌دارد، برای این فراخی و خرسندی و شادی میدهد. این انسان دیگه همه چی را فراموش میکند، با همین که میمیرد نزد الله میرود. بعد الله سبحانه و تعالی برای اون انسان تقدیم میکند عذابش را و تقدیم میکند الله سبحانه و تعالی برایش اون شکنجه و سختی و عذاب را. و قال النبی صلی الله علیه و سلم، و میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که این عظم الجزاء من عظم البلاء. رسول الله میگه که هر آینه، یعنی که بزرگ بودن پاداش از بزرگ بودن مصیبت و گرفتاری ها و وزمینی ها می باشد. مشکلات چقدر وزمین شد، انا همان قدر پاداش و ثواب و اجر
زیاد می شود برای اون انسانی که بالاش مصیبت آمده است. و ان الله تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، میگه الله سبحانه و تعالی هنگامی که دوست داشت گروه را، ابتلاهم، پس الله اونها را آزمایششان میکند، امتحانشان میکند، به سختی ها گرفتارشان میکند. الله سبحانه و تعالی اون بنده دوست داشتهش را به سختی ها و وزمینی ها گرفتار میکند. چرا؟ فمن رضی فله الرضا، پس هر کسی که صبر کند، راضی شود به تقدیر الهی که بالاش آمده است، در این راضی شود، فله الرضا، پس الله از اون بنده راضی می شود. اون انسان راضیگی الله را به دست می آورد وقتی که از الله جل جلاله راضی شد. و من سخط فله السخط، و هر کسی که وقتی که در آزمایش قرار گرفت، مصیبت و سختی ها و وزمینی ها و پرابلم ها و مشکلات بالای سرش آمد، اون انسان سخطا، یعنی که ناراضی شد، خشم کرد، غضب کرد، فله السخط، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که الله بالای اون انسان غضب میکند، خشم میکند. پس اون انسان خشم را برای خود صاحب شد و خشم را به دست آورد در مقابل این وزمینی ها و پرابلم ها و مصیبت ها و آزمایش ها و امتحانات. پس بالای انسان وقتی که یک وزمینی می آید، انسان باید صبر و تحمل را تقدیم کند و راضیگیش را بیان بکند، ناراضیگی بیان نکند، زیرا که این سبب می شود که غضب الهی بالای بنده می آید. شاید همون بلا سبب می شود که تو به راضیگی الله می رسی، شاید همون مشکلات و مصیبت سبب می شود که تو داخل جنت می گردی ای بنده. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت میکند. در زیر میگوید و فی البابی، در همین معنا و در همین باب میگه، عن عبدالله ابن مغفل عند الطبرانی و الحاکم، یعنی روایت آمدگی است از عبدالله ابن مغفل در طبرانی و در حاکم. و عن عمار ابن یاسر عند الطبرانی، و از عمار ابن یاسر به همین طریق روایت میگه در کتاب طبرانی هم آمدگی هست. و عن ابی هریره عند ابن عدی، و از ابو هریره همین طور روایت میگه در ابن عدی میگه همچنین آمدگی هست. فالحدیث صحیح بهذه الشواهد، پس این حدیث میگه صحیح میباشد با این شاهدهایی که حالا بیانش کردیم. پس این حدیث صحیح است. چی قدر مشکلی کلان شد، ثواب همون قدر کلان می شود. وقتی مشکلی بالات آمد، صبر و تحمل کردی، پس الله از تو راضی می شود. مشکلی بالات آمد، تو باید راضیگی بیان کنی، ناراضیگی بیان نکنی یا خشم و غضب نکنی، بلکه صبر و تحمل کن و راضیگی بیان کن، الله از تو راضی می شود. وقتی که خشم و غضب کردی، پس الله سبحانه و تعالی بالای تو هم خشم میکنه. وقتی که تو ناراضیگی بیان کردی، الله سبحانه و تعالی بالای تو هم غضب و خشمش را می آرد. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است در زیر رقم 2396. و قال، و امام ترمذی درباره سند این حدیث میگوید حدیث حسن، این حدیث حسن است، حدیث قابل قبول هست. چطور که پیشتر گفتیم که این حدیث صحیح می باشد با شواهدی که بیانش کردیم. پس این بود حدیث 43 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 19 از باب صبر. با همین این حدیث به آخر رسید. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 44 از کتاب ریاض الصالحین را می آورد که حدیث 20 از باب صبر می باشد. پس این حدیث 44 را برای درس بعدی میگذاریم. انشاءالله این را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه همون را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.